رتبت چند شده؟ 40,000 ریاضی. خوبه دیگه، راحت مهندسی قبولی. دانشگاه دولتی مگه واسط ریدن؟ الان دولتی غیر دولتی همه بیکارن. حداقل بلند شما رو آزاد یه مدرک بگیر خودت حالشو ببری. بعدی چند شده رتبه؟ 25,000 تجربی. ریدی دیگه. سهمیه داری؟ نه، 2 بار ریدی. بعدی آقا شما چجوری انتخاب رشته میکنی؟ والا به قرآن خودمونم نمیدونیم داریم چه غلطی میکنیم. رتبه و ترازو اصلا به هم نمیخونه. سازمان سنجش یک تری زده اصلا نگم واسط. خب پس چرا به دانش آموزا استرس وارد میکنی؟ خب ما که نمیتونیم به سازمان سنجش آموزش پرورش فوش بدیم که، عوضش به دانش آموز استرس وارد میکنیم، پول بیشتری هم میگیریم. آقا من شدم 50,000 تجربی. اوه چه تری زدی؟ سهمیه داری؟ بله. با سهمیه چقدر شدی؟ 1000. به عالی، با همین رتبه یه انتخاب رشته واسط میکنم بغل دستی نخبه دانشگاه باشه، بری پزشکی حالش رو ببری، همونطور که تو درسات ریدی بری تو اتاق عملم بریم.